کلافه رو نخند بگو یک کلافه رو یک کلافه رو یک کلافه رو یک کلافه رو نخند بگو کلافه رو یک کلافه ببین شنیدی که میگن کلافه است طرف هم ولی به من به اون معنی نیست یک کلافه رو اصلا کلاف خودش کلمه رو خیلی کلافه رو چی؟ خود نیوشو خیلی کلافه رو بکنم بره نه خب به اون معنی نیست I am very کلافه دقیقاً همین جمله رو میگی I'm very کلافه today guys چرا درسته؟ این چرا صدا داره؟ بزن؟ با دست چپ بزن؟ نه فقط پشمان خوز خود تازه فهمیدی؟ آخه خب چرا؟ هایی چه نشده دیگه تو این دست قوی ترین دست دامیننت درسته؟ خب این دست تنها شوی نشده تو چی کار میکنی که مطمئن که؟ اشکال خب من خیلی بشکم میدم خب پس تو کسخولی من کسخول مجلسگر کنم همون چی شد؟ بشکن میزن خدا واقعا فیوزهای ایرانی ببخشید فیوزهای جمهوری اسلامی شیشتا خوردن اشکم جون اینا که برای رادیاتور سر خوده آره من که اصلا نیاز من سر الان همیشه سر ببرم برای این خب بچه‌ها خب بذار کنار دیگه ببین هر سری یک دونه شیفت میشه به سمت این ور اگه جو که بازی نکنی چی اونم ببین میتونی مثلا نه اگه بازی نکنی میتونی بگی اگه کسی بخنده عرض میشه نه ولی کلا گیمش همینجوری میچرخه آره ما خیلی فهمیدیم خب بچه‌ها نفس بازی نفس عمیق نفر دم بازدم نفس عمیق خب بچه‌ها شماره‌شو معکوس جوکر خب الان هیچ کارت نداره چراغ قرمز چی بود چراغ سبز و قرمز 5 4 3 2 1 خب ولی این دستش کوچیک‌تره چی شده؟ نه ببین اون دست دامیننتشه یک دو تا میشه دو تا دستش کوچیک‌تره نه وقتی من خندیدم تو اوکی میتونی بخندی میگه آره دیگه چراغ سبز میشه یکی میخنده میره خندی و من بعدش ریست خندیدم کنی اوکی خوبه پس میخوام هر دفعه ریست کنیم ریست یعنی یه 5 ثانیه وقت بده خب خیلی خوب من کار کردم ولی یعنی چی یه دستش کوچیک‌تره وایسا خب هستش عکساش مگه نبود مال خامنه یه دستش کوچیک‌تر بود اون فلج چلاق ناقص سال اندامه چرا منو میگه خیلی خوب فهمیدم میکنه تو چرا خودت گرفتی گفتی این خامنه گفتم که اون یه دستش کوچیکه فکر منو میگه خیلی خوب حالا الان تو بازی با بچه نخریم خدایا این شاخص سم نگیم دیگه اسلامی داشته باشم رادیو سم نگیم دیگه قراره 3 2 1 خیلی بازی همینه دیگه خیلی مثلا با یه دست میارم بغلی بگیر چی رو بگیرم؟ یه کلافه رو چی کارش کنم؟ بده بغلی بغلی بگیر چی رو بگیرم کلافه رو یه کلافه یه کلافه رو نخند بگو یه کلافه رو یک کلافه رو یه کلافه رو یک کلافه رو نخند بگو الان میشه خندی الان میشه خندی خیلی نادرانه بازی میکنی خب تو ضعیفتری از همه ضعیف عاشقت بودم همون یه چیز دیگه است حیوان خب تو حیوانی آقا یه دوست همینجا ادامه بده بغلی بگیر چی رو بگیرم یک کلافه رو چی کارش کنم این کارما ولی هنوز تو بازی هم صدا نداره هنوز تو بازی جوکر هستی آره تو جوکر هست ولی میگه چی رو بگیرم چی رو بگیرم اذیت نکن خب تو هستی بابا بعد از ایراد خندیدم اذیت نکن 3 2 1 بابا ادامه بده بغلی بگیر چی رو بگیرم یک کلافه رو چی کارش کنم بده بغلی بغلی بگیر چی رو بگیرم یه کلافه رو دوتاش کارش کردی کنم. چه دوتاش کردی دلش میخواد نه در به خودش اوکی. دست خودش بگو بغلی بگیر چی رو بگیرم یه کلافه رو چی کارش کنم بده بغلی بغلی بگیر چی رو بگیرم یه کلافه رو چی کارش کنم بده بغلی
خب حالا به تو میرسه نیوشش باید عمل بود نیوشه بگی هر دو یه لحنی رو میگیرم میگی کلافه بگیر گوش بده هر که پیچیده نشه اینجوری کنیم این سری تا همتون ببازین نه بالاخره همتون میبازین ات سام پوینت من حرف من عوض میکنم بعد سری بعد همه حرف غزل عوض میکنم اوکی فردای چشه آبیه مایه به صورتی یه بار دیگه برو بقلی پلیسه الان با چی رو بگیرم یه کلافه رو چی کارش کنم بده بقلی دیگه اوکیه نخندی خب الان این هست شده بکنم خب تو هست شده؟ الان شما رو تو میدید خب ولی هنوز بازی ادامه داره 3 وایسا نفس یا حضرت عباس دوباره برو خب بذار بازی شروع باشه دم بازدم بچه 5 4 3 2 1 جوکر شروع شد یه بار دیگه من بده کلافه رو نمیخوام الان این سری من که تیمتون اوت شروع میدم شد که کلا بچه دینگ اوکی خفشیم همه دینگ بقلی بگیر تو نیستی که من قرارم شروع کنم تو شروع کنی نه الان دیگه بازی اوکی. بغلی بگیرم تمام اوکی. شد یه سری دیگه این سری بقلی بگیر چیو بگیرم یه کلافه رو چی کارش کنم بده بقلی بغلی بگیر چیو بگیرم یه کلافه رو چی کارش کنم بده بغلی بقلی بگیر چی که بگیرم اول بیوشو زنگ میتونی بخندی لایت خب ادامه بده 3 2 1 شروع خب چی بگیرم؟ یه کلافه رو باشه بگو نخند بده بقلی بقلی بگیر چیو بگیرم یک کلافه رو میشه هست تمام خب دوباره بقلی بگیر چیو بگیرم یک کلافه نه یه دونه اولش جفتش میشم براست برگردم آقا امشب ویک شدم بچه امشب میشه پست کنه من چیز داشتم بودم که پیجمان گفتم بگیر چیو بگیرم یک کلافه رو چی کارش کنم بده بقلی You have to change it خزر بقلی بگیر You have to چی change شد؟ it چنجش کردم این لحظه چیه؟ چنج کردم برو هیچ تغییری نکردش بچه از اوله آمین از اول شد بقلی بگیر چیو بگیرم یه کلافه رو چی کارش کنم چجوریه؟ دو کلافه رو دو کلافه شو یکی چی کلافه کارش کنم بده بقلی آها این دوره رو که من نفهمیدم این دوره رو میگه تو باختیم نه تو هستی این دوتا اصلا تو خندیده چون که اولین نفر کی میخنده اوکی این دوتا هنوز جفتشون بغلی بگیر چیو بگیرم دو کلافه رو چی کارش کنم بده بغلی بقلی بگیر چی بگیرم
چیو بگیرم یا بگیر. خب الان تو یک کارت زرد داری، تو هنوز کار زرد نداری. نه 3 2 1 برو از اول شد. نه تو همه حرکت رو برو. بغلی بگیر. چیو بگیرم. باختی؟ نه ما که باختی آره باختی. آره یا باختن اوکی آقا بده به من دیگه کلافر. وایسا. چیو بگیرم. خب بگو چیو این بگیرم. کرال سینه همراه با بندریه. من رو رفتم شنا کردم اینجوری نیست. Okay, but guys, no, I can do it. Okay, نفس بگیر. من تو هرچی سریع‌تر انجام بدی اینو بیشتر لطفاً ما داریم اوکی من به تو نگاه نخواهم کرد. تو مهم نیست تو بخندی یا با خنده برو. نمیخوام میخوام تو خنده داره او gives a fuck. باشه بخندی نمیشه جای میخوره. اوکی. راست میگه. چیو بگیرم. دو کلافه رو چی کارش کنم؟ بده بغلی. بغلی بگیر. چیو بگیرم؟ 3 کلافه رو چی کارش کنم؟ بده بغلی. بغلی بگیر. خیلی خوب بود. آقا بچه از اول شروع کنیم. از اول هر کدوم یک چیز داره. یکی مونده میبازه. همه سوال کردم غذا بود. خب برو. 3 2 1 بغلی بگیر. عوض کردی؟ آره. اینجوری بود. که اینجوری بودی. خب بود دیگه. اوکی ها. چیو بگیرم؟ دو کلافه رو چی کارش کنم؟ بده بغلی. بغلی بگیر. چیو بگیرم؟ دو کلافه رو چی کارش کنم؟ بده بغلی. بغلی بگیر. چیو بگیرم. دو کلافه رو 3 تا نمیده. سه تا چرا؟ نه صدا نمیده. دست چلاقه. دست کوچیکه. خب دست چی کارش کنم؟ بده بغلی. آره؟ چی گفتی تو؟ چی دست کوچیکه تو گفته؟ تو چی گفتی که خودت گفتی؟ گفتم خب فقط دستش دارم گفته دست خب، کوچیکه. ما جای دیگه خبر نداریم. خب بچه اوکی از اول. آقا خدا یه جور آخر از شما از اول اوکی؟ از اول نمی‌خوای بازی غذا کنیم؟ نه این خوبه. نه پتانسیل جای دادنش زیاده. خب من نوبت منه دیگه. من حرکت جدید. اوکی از جوکر پس از اول شد دوباره پلاستر. اوکی همه تو از کار اول. داریم دو تا کار چیو بگیرم. یه کلافه رو کلافه؟ بگو. بده بغلی. چیو بگیرم. یه کلافه رو چی کارش کنم؟ بده بغلی. بغلی بگیر. چیه بگیرم؟ یه کلافه رو چی کارش کنم؟ بده بغلی. بغلی بگیر. چیه بگیرم؟ یه کلافه رو چی کارش کنم؟ الان این میتونه عوض کنه این سری. تو بچه من میتونی. یکی میرم اوه یه راست میگی. نه میشه بلند چیه بگیرم؟ آره صدا بیاد. پرنه باید عوض من چیکار کنم؟ تو میشه فقط پس پس بده بزنی. بغلی بگیر. چیه بگیرم؟ ادامه بده همه موضوع. چی. همه چی. چیه بگیرم؟ یه کلافه رو چی کارش کنم؟ چرا چی شد؟ خندیدی. بغلی بگیر خندیدی داری چیو بگیرم دو کلافه رو چی کارش کنم بده بغلی. بغلی بگیر چیو بگیرم. دو کلافه رو آها های فای من و تو هز خب ادامه بده ادامه چرا سری. مگه خندیده بود؟ آره نخندی. نخندم ولی چی روزی؟ با تو خندیدن دو برو، تاشون. برو. من خندیدم. ادامه بده. تمام زدی که من خندیدم. بابا این دوره مگه شد نشد برو عشقم برو مهم نیست. اوکی الان یه کار که زد بقیه ممکن. ادامه بده. برو، ادامه بده. 3 2 1 برو. بغلی بگیر این نبود. بغلی بگیر بغلی بگیر چیو بگیرم. دو کلافه رو چی کارش کنم؟ بره بغلی بغلی بگیر. چیه؟ بگیرم. یک کلافه رو چی کارش کنم؟ بکن تو. فقط خندیدی ها. Guys, I'm dying. سندایی بود. خب ببخش. خطی کلام هم نیست. نفرت کردم. ببین بیننده محترم. بغلی فهمید لطفا. بگیر. چیه بگیرم؟ بس یه بشکم بزن.
چرا؟ رو اصلا میره. الان کیو باید عوض کنه؟ غزل یا پرنی؟ من عوض هست. بگو دیگه چیکارش کنم؟ پرنی باید عوض کنه یا من عوض میکنم. بغلی بگی. چیا بگیرم؟ یک کلافه رو چقدرش کنم؟ بده بغلی. تو عوض باید بکنی؟ میام بغلی بگیر. میام بغلی چیو بگیرم؟ به خدا آقا دیگه بردم دیگه. نه نشم نخواه رو نخواه. پس تو خندی تو هست شدی اما میاد چیه مگه؟ آخه خون چیه؟ خبیل گفتم میاوش چی بگم؟ آخه میاد چیه بگیرم که نشد که میا یک کلافه رو میا چی کارش کنم؟ خب میام چه حرکتی بیام؟ بتکی نه خب ببینم بغلی بگی چیو بگیرم؟ دو کلافه. خب کارت زرد شما الان کیا هستن؟ دو کارت داری؟ نه من دو کارت داری؟ آره یه کارت دارم. نه شما جون من هیچ کارت ندارم. من این دوره نخندیدم. تو همین کارت داری؟ خیلی خوب برو بغلی میام. بغلی بگی چیا بگیرم؟ دو کلافه رو چیکارش کنم؟ بده بغلی. بغلی بگی. چیه بگیرم؟ دو کلافه رو چیکارش کنم؟ بده بغلی. بغلی بگی چیو بگیرم؟ دو کلافه رو چیکارش کنم؟ بده بغلی بغلی بگی. چیو بگیرم؟ دو کلافه رو چی کارش کنم؟ دو کلافه رو ایران همون نامون میکنه از بازی بریم بیرون اصلا میگه یه دو کلافه دو کلافه نمیدونم چی کارش کنم گفتم دو کلافه رو لحظه وایسا یک کارکشنی انجام خدایا میگه چی کارش کنم میگم دو کلافه 3 2 1 باید سر کی کار دارم؟ من الان باید من حذفم شما هر کدوم یک کارت هنوز من من خستم شد دیگه. خب چیکار کنم چه حرکتی بر ایده بدی؟ بذار من بابا همون مگه نکردی؟ نه ایش عوض کن تو عوض کن برو عوض کن بغلی بگی. چیه بگیرم؟ خب نشه یک کار خب برو ادامه بده. کیه باید خیلی بدترین من خیلی جای خوبی افتادم وسط هم 3 بگم 2 1 برو بغلی بگی. چیه بگیرم؟ دو کلافه رو چی کارش کنم؟ بده بغلی. داری میخندی بغلی تو خندیدی؟ من حذفش میزنم واقعا من نمیتونم جواب بدم کی شو هست؟ غزل؟ نازی پیشیو حس شدم نه کارت آقا من راستی هست شد نه ولی بگی پس من بردم چیو بگیرم؟ نه نمیشه یک کلافه رو چی کارش کنم؟ بده بغلی بگیر. نمیگیره بغلی بگیر. نمیگیره برو حالا فعلا کیه؟ بازی رو عوض نکنم. نه خب هنوز مونده تو نه من بردم تو هم از شده بودی من بردم نیوشا باخت Unfortunately. من میگم نیوشا عوض کرد نکرد اگه همین گیمون جاهامون عوض کنیم آره هیرات خیلی سخته. من میگم گیم عوض هیرات کن. خیلی سخته. یه گیم دیگه. بیتی فریکا چی بودش؟ کلاغ گنجش. همین رو دارم بدیم دیگه خب باشه همین دارم. خب جوکر دیگه چیکار می‌کردن جا به جاشیم فقط چون اینجا جوکر تایم. برو یکی بره داداش فلان کن جوکر تایم کجا میشه خیلی تو من عوض کنی؟ هیرات تو پس بده. هیرات خیلی سخته پس دادم به هیرات. باشه میدونین چی باحال میشه؟ الان که ویدیوی try not to laugh بذاریم ببینیم. اونا اصلا فانی نیست. I never laugh. خب بیست خوبش رو پیدا کنیم. آخه سزا فیلمرامون کاملا اصلا من غزل باید که بمیره تو بخنده
حالت عادی نه اگه دارک بود چیزی که بغلی بگی این رادیاتور از همه شد دیگه داره هیت میده گرم شد بذار پنجره کم باز پنجره میتونم سیاره بریم ببین میده به من بعد من میدم به تو بعد تو میدی به بقیه بغلی این چیزه کاندکشن آفرین آره یک چیز بغلی چی رو بگیم خب چیکار کنیم؟ What the fuck are we doing؟ اینجا بازی بگیریم بچه ها I have an idea. بیاین از این جوک های شوهر عمه‌ای برای هم بخونیم و نخندیم.